خوشگلای من، اینم پیاز، سیر، گوشت مرغ، گوجه فرنگی، ادویه مخلوط، نمک، فلفل سیاه، زعفران. قراره که یه خورشت خوشمزه با برنج درست کنیم که ببینیم چی میشه. با ما همراه باشید. خوشحال میشم که حتما حمایت کنین، لایک کنید، شیر کنید، ذخیره کنین که هر وقت لازم داشتین گمش نکنین. پیازو میذاریم کمی سرخ بشه. خب عزیزای من پیازو کمی سرخ کردم دیگه، کافیه برای همینقدر سرخ کردن، چون من میخوام که پیازمون کمی آب داشته باشه که قراره این گوشت مرغو با آب پیاز و گوجه فرنگی پخته کنم. گوشتو اضافه میکنم، میچینم همینطور قشنگ مرتب روی پیازمون و ادویه‌مون رو اضافه میکنم، نمک، فلفل سیاه، زعفران رو اضافه میکنم، در آخرم گوجه فرنگی و حالا زیر گاز رو کم میکنم که قشنگ به میل خودش پخته بشه. در این بین برنجمونم ریختیم توی آب که دم کنیم. هل، زیره و میره برای دم کشیدن. مشکلای من اینم از خورشتمون که جا افتاده دیگه. خب نازنینای من، اینم از خورشتمون که آماده شد با برنجمون. نوش جان.